اشک فارسی صحبت کنم ببینم چی برگور میکنه. اینجا خلیج فارسه. ببین با رئیسم درست حرف بزنم. آفرین خوب پاچه کاری کردی. میگم 3 ماه تشویق برات کنه بفرستارت غزه. چی میگه؟ بهتر از سر راه ما بری کنار. بله چی کپه شما نزدیک مرزای ما شده دا؟ امروز مرزای شما، فردا که بهتون حمله کردیم مال ما میشه. اوه چی گلته. آقا کرم میفرماد شما اول برید تکلیف یمن مشخص کنید تا به. یمن رو که زدیم ترکوندیم دیگه، توانی برش نمونده. آقا این دیگه چی بود؟ دنباییه؟ حتما بچه‌ها یمن زدن. چی میگه؟ دوباره این چی میگه؟ ابه میکنه. میگه کلی ازتون فیلم داریم، غلط اضافی انجام برید عمر بخش میکنه. چی میگه؟ اوه تیمی برو اون تفنگو بردار بیار. اینا زبان خوش حالیشون نیست. طرف بهتره که این کارو نکنه. اون وقت چرا؟ اینو میبینی؟ این چیه؟ این عکس کولونوسکوپی نتانیاهوه. نگاه لوله رو از عقب کردن تو رودار. اوه حالا چه ربطی داره؟ ربطش اینه که به خاطر فشار زمین با جای باریک بینام گزه اینطوری شده. خب تو حالا حساب کن ایران چقدر کلفتره. قطعا بخیه لازم میشه. چی میگه؟ تازه شاید مردم ایران توی سری جا هم زاویه داشته باشن، ولی سر خاک و وطن همه زاویه هاشون میکنن تو دشمن. راست میگه، حتی ما هم رو ایران غیرت داریم. تو دیگه کی هستی؟ من دریادار فاکر هستم. نه من یه لشکر کوسه تربیت کردم. گفتم هر کی حمله کرد پارش کنه. خیلی ماشاءالله دارین. برای سلامتی کوسه های خلیج فارس صلوات.